درود به همه شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ببینید، میخوام ادامه بدیم بحث NFN و من یک توضیحات خیلی کوتاهی راجع به این محیط بهتون بدم که زیاد یه جورایی وحشتتون نگیره وقتی اینو میبینید. اینجا یه حالت مثلا اه، نقشه مانندی برای شما میاره که میتونیم اینجا مثلا نودها به اینها میگن نود یا گره، نودهایی که ایجاد کردیم و اینجا ببینیم و در نهایت این رو اکزیکیوتش بکنیم یا اجراش بکنیم. حالا به قول میخوایم ترجمه‌ای به کار ببریم، یه جوری این رو به چرخه بندازیم و به کار بندازیمش تا ببینیم چطور کار میکنه. گفتم من اینجا یه ربات تلگرام طراحی کردم که توی این ربات تلگرام میخوام با چت جی پی تی کاربرهامو که میان و میخوان مشاوره بگیرن، کاربرهای بیزینس میخوام یا مشاوره بگیرن، اینا رو من یک جوری با هوش مصنوعی متقاعدشون بکنم که خرید رو انجام بدن. یعنی مثلا طرف میگه یک اول اطلاعات محصولاتمون رو بهش میدیم توی خود چت جی پی تی و این رو بهش یاد میدیم که آقا اینطوری و از مثلا این محصولات ما هست، این لینک خریدش هستش، این لینک خود اون صفحه هست، مثلا حتی کدهای تخفیف ما تعریف کردیم فرض کنید توی وردپرس. میایم اینا رو اینجا کدهای تخفیف رو ارائه میدیم به خود چت جی پی تی و میگیم اگر که کاربری اومد از تو مثلا مشاوره گرفت، مشاوره رو با این تفسیر جلو میاری که اون شخص متقاعدش بکنی به خرید، لینک های خرید رو تو چت بهش بدی، بعد بیای از طرفی عرض کنم خدمتتون که کدای تخفیف بهش بدی، خلاصه متقاعدش کنی که این آدم بره بخره. حالا تو فازهای بعدی این پروژه که الان می‌بینید این کوچیکی شاید اینجا شروع شده باشه، ما کاری که انجام میدیم اینه که میایم اطلاعات چت ها رو هم ذخیره میکنیم توی فایل گوگل شیت. گوگل شیت همون اکسل آنلاین هست که این وصل میشه مثلا به گوگل شیت و چه چیزایی رو برای ما ذخیره میکنه. ما میگیم خلاصه چت رو برای ما ذخیره بکن، بعد شماره تلفن اون شخص و ایمیل و اسمش اینا رو بگیر از طرف موقعی که داری چت میکنی و اون رو ذخیره کن و در نهایت یه آنالیزی هم انجام بده برای ما که هوش مصنوعی هستی. بگو طی صحبتی که با این آدم کردی چه ریتی میدی که این مثلا از 100% چند درصد این آدم خریداره. اگه بالای 50-60% بود، خب این انتظار میره که بچه‌هایی که این برنشستن تماس هم بگیرن، مثلا طرف خرید نکرده ولی انتظار میره که این آدم خریدار باشه. پس این بیزینس اگر چنین چیزی رو بچه‌ها داشته باشه، فکر کنید واقعا اینکه الان مثلا سیستم هایی که میان و میگن آقا مثلا کال سنتر میذارن ضبط میکنن کی میشین اینا رو باید گوش بده، بعد مثلا مدیر فروش اونجا باید بشینه 2 ساعت اینا رو گوش بده، هر روز چندین ساعت وقت بذاره ببینه مشتری ها چی گفتن، آیا به درد میخورده آیا نمیخورده فلان. و این کار رو داره خود چت جی پی تی انجام میده براتون. البته در مراحل و فازهای بعدی ما میخوایم کار دیگه هم بکنیم، اونم اینه که دوباره اون شخص رو پیگیری کنیم، یعنی یا وصلش کنیم به سیستم پیامکی یا تو خود تلگرام پیگیریش کنیم این آدم رو، اگر اونایی که خرید نکرده بودن رو ما پیگیری بکنیم. حالا اگر بخوام شما رو یک مقدار کوچیک آشنا بکنم فعلا، چون ما میخوایم پروژه محور بریم جلو و تو پروژه محور که میریم جلو شما رو آشنا میکنم بیشتر با تمام بخش هایی که اینجا هست. من از چت جی پی تی استفاده میکنم برای اینکه اینو بهتون بگم که چت جی پی تی کل این پروسه رو به من بده. یعنی من اول به چت جی پی تی میگم برای من مثلا یک فایلی میسازه، یه پیدا بکنم توی دانلودام باید باشه. مثلا اینجا ببینید یه فایل جیسون یا جیسون میسازه و وقتی که من از این گزینه ایمپورتش میکنم دیگه خیلی از کارا اینجا انجام شده هست. یعنی ما بیشتر تعاملمون به جای اینکه دقت کن، برای اینکه میگم خیالت راحت باشه، به جای اینکه تعاملمون بیشتر اینجا باشه و هی خودمون بشینیم از اینجا مثلا اد بکنیم موارد رو،
میایم با چت جی پی تی رو طراحی میکنیم، یعنی توی صحبت و پرامپتایی که با چت جی پی تی میدیم و میگیریم، خود چت جی پی تی برامون این فایل رو طراحی میکنه. منم از چت جی پی تی پلاس دارم استفاده میکنم و خیالم راحته که با عمق بیشتر و اینا رو کار رو انجام میدم. اما چیزایی که خب بالاخره ما باید بدونیم اینه که اینجا توی محیط NetN ما یک قسمتی داریم مثل پرسونال که اینجا پروژه‌ام رو میسازه و من اینجا ترکلام سیل که نوشتم اسم پروژه‌ام رو اینجا میتونم بنویسم و اینجا میتونم اکتیو ایناکتیوش کنم، اینجا میتونم شیر کنم با دوستان، اینجا هر کاری کردم میتونم سیو بکنم، اینجا با تاریخچه‌هایی که داشتیم میتونیم برگردیم عقب، هر مراحلی که داشتیم انجام میدادیم. و اینجا هم که بهتون گفتم میتونم از این پروژه دوپلیکیت درست کنم، میتونم فایلش رو دانلود بکنم و میتونم اونرش رو عوض کنم و ایمپورت فرام URL و فرام فایل، یعنی اون فایل هایی که بهتون گفتم جیسون رو میتونم از یک URL مثلا یک جای یک نفری گذاشته از اونجا لینکش رو هم میده، من اینجا ایمپورت میکنم یا خودم یک فایل رو اینجا ایمپورت میکنم. بحث ستینگشه که میتونیم اینجا بحثای کار ستینگی رو که تنظیمات خودش هست رو انجام بدیم. حالا بریم سراغ این. ببینید هر کدوم از اینها رو مثلا اینجا ما یک نود بهش میگیم، مثلا اینجا نود شروع هست. ما توی این پروژه ابتدا اومدیم رفتیم توی خود تلگرام، بذارید من تلگرام رو باز بکنم. خب تلگرام یک اکانتی داره به اسم بادفادر. دوستان من بیارم اینجا که ضبط بشه و حالا من نمیخوام اون API های ما بیفته. شما میاد توی اکانت بادفادر یه نیو بات رو میزنید، دستور نیو بات، و یه اسم میدید و یوزرنیمی بهش میدید و یک API به شما میده. API هم یه چیزی مثل این. اینو کپی میکنید، روش بزنید کپی میشه به همین راحتی. فعلا اینو کپی میکنید و میدیم به چت جی پی تی برامون این فایل رو بسازه که اونم حالا جلوتر بهتون میگم. ولی اگر نخواستید اینجا ببینید از این نوت‌ها اگر ما تلگرام رو سرچ کنید میبینید، ببینید گت چت یا مثلا تلگرام تریگر همون یا ماشه میشه یا بحث این که مثلا شروع کننده داستان میشه. میگه چی؟ میگه که ما باید اینجا ابتدای نود به صورت تریگری اد بکنیم. چرا؟ چون این باید بشینه نگاه بکنه وقتی اکزیکیوت میکنیم، هی باید بشینه گوش کنه ببینه که یک پیامی تو تلگرام میاد یا نه، یعنی اون بات بهش پیامی از سمت کاربر ارسال میشه. پس اینجا ما نیازمند یه تریگر داریم که چه کاری انجام بده. ببینید اینا مثلا گت چت میکنه، ببین همه ادمنستریتورها این تمام قابلیت های چت اکشن ها رو اینجا میاره، تمام قابلیت های فایل، انسر کوئری، نمیدونم فلان، دیلیت چت، تمام امکاناتی که تلگرام میده رو میاره که ما تریگرهاشو لازم داریم که گفتم بهتون. یعنی چی؟ میگه که استارت یور ورک فلو بکنه، یعنی این ورک فلو رو با چی استارت بکنه. درسته که اینجا ما آپدیت رو زدیم که تلگرام تریگر رو گذاشتیم که بیا چیکار بکنه، آن مسیجش بیا چی بشه، این اتفاق بیفته. و اینجا ما یه کردشنال تو کانکت وی تلگرام اکانت میزنیم که اینجا میکنیمش این API. یعنی چی این کردنشال؟ من ببخشید زبونم نمیچرخه بعضی وقتا. که چه کاری انجام بده؟ که بیاد ارتباط بگیره با اون API. یعنی ببینید من اینجا یه دونه میسازم، این API رو اینجا کپی میکنم و الان میبینید که خودش سریع تست میکنه، یه کانکشنش ساکسسفولی هستش. اینو تست رو اینجا میذارمش و میبینید میگم که به API که من گفتم، با اون باتی که ساختیم اینجا توی تلگرام
به اون باید وصل بشه و این گوش میکنه از این ور میایم توی چی؟ میایم تو چت بات ها، ببخشید توی چت جی پی تی. تو چت جی پی تی میبینیم چه اتفاقی بیفته. این هم باید مواردش رو با هم دیگه ست بکنیم، یعنی بگیم که بره و توی اون قسمت متدش هم حتما روی گت باشه، یعنی باید گت بکنه از توی چت جی پی تی و حتما نکته‌ای که اینجا داره و من الان منتظرم که این انجام بشه تا ادامه مطلب رو براتون بیارم، این هستش که ما بتونیم API پولی داشته باشیم. یعنی چی؟ وقتی شما API پولی بگیرید، ببین دیولپر پلتفرمش رو تو platform.openai برید، اینجا شما میتونید چه کاری انجام بدید؟ میتونید یه API بسازید، API که بیاد جواب کاربران رو بده و تولید به قول معروف چت بکنه و تولید بکنه اون چت هایی که انجام میشه. خب اینا پولیه، مثلا $5 که شما بدید، بذار من قیمتش اگه بتونم پیدا بکنم، ببینم پلن چیزی اینجا میاره که نشونتون بدم. ببین اینجا بالاخره البته میزنه مثلا چقدر یوزیج داشتی، مثلا چقدر استفاده کردی. ببین اینجا من مثلا همین تلگرام بات همون ساختم، ولی نیاز دارم به چی؟ به اینکه این پولی باشه. اگر پولی نباشه به قول معروف جواب یوزرها رو نمیده و این وسط این وقتی اکزیکیوت میکنیم این وسط فیل میشه و اینجا حالا به هر ترتیب اتفاقی که میفته چت جی پی تی اینجا شروع میکنه، به قول معروف مغز متفکر این سیستم ما فعلا اینه و اینجا شروع میکنه اولین کاری که میکنه تحلیل میکنه که چه جوابی از اینجا اومده، اینجا طرف کاربر تحلیل میکنه و اینجا دوباره به تلگرام ما رسپانس میدیم، سند تلگرام رسپانس، که اینم دوباره از همین نودا اینجا وقتی تلگرام رو زدیم که اومد چه اتفاقی میفته؟ دوباره ما رسپانسمون میره، یعنی پاسخ هایی که ما اینجا داریم دوباره چی میشه؟ ارسال میشه برای کاربر توی اون تلگرامی که ما داریم. این فعلا تا اینجا شما داشته باشید. من API هم رو انشالله امروز اون هزینه پولیش رو من پرداخت کردم، این ران بشه اینجا اجرا بشه که بریم قشنگ با هم دیگه اینو تست بگیریم. من اگه مثلا بخوام تست بگیرم فعلا یه جوابی گذاشته بودم که بدون چیز بیاد. بذارید من اینجا چک بکنم تو تلگرام، یه جوابی معمولی گذاشته بودم توی باتمون. بذارید باتمون رو اینجا بکنم. خب ببینید این باتیه که خب ما اینجا گفتم دادیم به این داستان و وقتی که ما این رو اکزیکیوت بکنیم ببینید میگه ویتینگ که یک ایونتی ساخته میشه تو تلگرام و خب من همینجا مثلا بحث سلام رو که بهش میدم هر چیزی بشنم ببینید این اتفاق میفته و حالا اینجا پرابلم سن میده، میگه که اینجا نتونستم من این کار رو انجام بدم، بد ریکوسته. بریم نگاه بکنیم این مشکلش چی بوده. ببینید اینجا هم سه تا قسمت داره، هر کدوم یه اینپوت هست، یه تنظیمات که شما انجام بدید که چه اتفاقاتی بیفته و اینجا یه آوتپوت هستش. میگه که مسیج تکست is empty. چرا میگه empty؟ به خاطر اینکه من فکر کنم سری آخر اینجا آره اومدم این کلا این پیامی که باید به چت جی پی تی اینا وصل بشه رو گذاشتم. اگر اینجا یک مقدار ثابتی من قرار میدادم به عنوان اینکه مثلا سلام که توی گزینه قبلی این کارو کردم، بات سریعا جواب میده سلام تست پیام. میدونید اینجا مثلا من اینجا گذاشتم سلام تست پیام، همینجا یه متن نوشتم.
یعنی هر اتفاقی بیفته فقط این مقدار خیلی ساده رو برمیگرده. اما اینجا امتی برمیگردونه. چرا؟ به خاطر اینکه چت جی پی تی نتونست اون جواب رو درست بکنه و اینجا چیکار میکنه؟ روی دیتا امتی برمیگردونه و وقتی که اینجا میبینید چت جی پی تی داره امتی برمیگردونه. امتی ارا یعنی یک آرایی منفی، یک آرای خالی و اینجا همه نال خالی خالی هستن و به خاطر همین هم نمیتونه خروجی خالی رو تلگرام رسپانس بده و برگردونه. و اینجا همین تمام مراحل کامل نوشته میشه. هر کدوم هم جداگانه شما میتونید پلی کنید یا میتونید کل ورکفلو رو اکزیکیوت کنید یا کنترل تر هم بزنید این اجرا میشه. حالا من برای فردا انشالله یا حالا ببینم تا اینکه شما هم صبح فقط این برنامه رو گذاشتم توی برنامه کاری که برای شما ارسال بکنم براتون دوباره میگیرم و کامل با همدیگه میریم جلو و این پروژه رو هی با همدیگه گسترشش میدیم، بزرگش میکنیم تا در نهایت تبدیل بشه. من میخوام این در نهایت تبدیل بشه به یک سیستم بزرگ فروش و بخش فروش مثلا یک شرکت رو کامل این ساپورت بکنه انشالله با امید خدا. اگر بتونیم امکانات اینم داشته باشیم که به وایپ وصلش بکنیم، یعنی وقتی کسی تماس میگیره با تلفن ما به صورت وایپ این خود چت جی پی تی اینو جواب بده و اگر امکاناتی که تو ایران داری بتونه اینو ساپورت بکنه حتما این گزینه رو انجام میدیم که از این بعد چت جی پی تی بیاد و صحبت بکنه و جواب افراد رو بده. خب مرسی که تو این ویدیو با من بودید. حتما توی تلگرام اگه نمی‌بینید، تو یوتیوب اگه این رو می‌بینید به من فیدبک بدید، کامنت بدید، ریاکشن توی تلگرام بدید که من ببینم چقدر این ویدیو برای شما خوب بوده و چقدر به قول معروف تونسته اثر مثبت بذاره. هر پیشنهادی هم دارید به ما بدید که بتونیم اطلاعات بهتری بهتون بدیم. فعلا با اجازهتون تا بریم ببینیم فردا چی پیش میاد.